سید گاردین توی کتاب قبایلش میگه ساعت 4 صبح بوده و مشغول نوشتن بلاگ بوده توی هتلی توی جامائیکا. یه زن و شوهر جوان که ظاهرا مفهوم تعطیلات بسیار براشون جدی بوده از جلوش رد میشن و زن در گوش شوهرش میگه ناراحت کننده نیست این 2 هفته نمیتونه استراحت کنه و برای خودش بگذرونه و مرخصیشو از مرخصیش استفاده کنه. سید گاردین لبخند میزنه به میگه سوال اصلی که این زن و شوهر جوان در واقع از خودشون بپرسن اینه که ناراحت کننده نیست که ما 50 هفته در سال داریم کاری انجام میدیم که منتظریم 2 هفته برسه ازش فرار کنیم و بریم تعطیلات به یک کشور دیگه. و در ادامه میرسه به این جمله کلیشه‌ای زندگی بسیار کوتاه است و میگه زندگی بسیار کوتاه‌تر از اونه که به ناخرسندی و میامایگی برای انجام دادن یک کاری که واقعا دوستش نداریم و برامون در واقع سنگین انجام دادن اون کار و منتظریم یه تایم برسه ازش فرار کنیم میگذره. شاید بهتر باشه که یه زندگی جدیدی برای خود درست کنی و به یه کاری در واقع انجام بدی که دوستش داری، عاشقشی و منتظر نیستی که یه تایم برسه که ازش فرار کنی.